سلام و عرض ادب. امروز 23 تیر ماه سال 1399. این ساعت آفتابی به همت و تلاش این چهره جناب آقای دکتر محمد باقری ساخته شده مرتضی سومی و آقای مرتضی سومی ساخته شده و الان میخوان توضیح بدن که چطور کار میکنه، ما چطور ساعت رو از این به اصطلاح ساعت آفتابی متوجه بشیم. این ساعت آفتابی قطبیه. ساعت آفتابی قطبی به شکل یه صفحه‌ایه که این صفحه رو به شماله، امتدادش الان این رو به شماله. بله، این رو به شماله و زاویهش با صفحه افقی برابر عرض جغرافیایی محله، یعنی در رشت 37 درجه و 15 دقیقه شمالی ما هستیم. اینم زاویهش همین قدره. وقتی این کارو میکنیم هر کدوم از خطایی که روی این هست موازی همدیگه، این کناره ها موازی محور چرخش زمین به دور خودشه و امتدادش به ستاره قطبی میرسه، قطب شمال آسمانی. این یه نوعی ساعت آفتابیه که دو تا نوآوری درش هست. یکی این که یک عنصر ابزار آشنای قدیمی که تا 50 سال پیش در بازار رشت پیش از ورود این وانت ها و کامیون ها برای باربری شخصی ازش استفاده می شد. یه نوع دیگه هم بود که با اسب بود. اون ور دسته رو می گرفتن، بالاخره یه طراحی داشت که راحت میتونستن بار رو با این حمل کنن. هم از این استفاده شده، یعنی یه نمونه آقای سعید رضایی، دوست آهنگر و فرهیخته ما در باقرآباد، اینو پیدا کرد و به من خبر داد. زیر نظر آقای مهندس باهانیان که آرشیتکت برجسته شهر ماست و تاریخی شهر مسیحی هست؟ بله، ارمنی هست. بله. ارمنی در واقع گیلانی نه، متولد تبریزه و در واقع ما اونو مسلمان میدونیم مثل خود. کاری نداره. یه نوآوری دیگه ای که در این شده اینه که همه شاخص‌های ساعت‌های آفتابی معمولاً یکیه که رو درجه بندی اثر میذاره، ولی این با یه تغییری دو تا شاخص به صورت این میله های فرفورژی طلایی در دو طرف هست. یکیش سایش صبح‌ها زمانو به ما میگه، یکیش عصرها سمت چپ. صبح الان این 10 و مثلا 50 دقیقه. این 10 و 50 دقیقه چون گفتم هنوز اینو کامل تنظیم نکردیم، ضمن اینکه باید یک ساعت هم به این اضافه کنیم، یه ساعت ساعت‌ها رو جلو کشیدن. این الان نزدیک 10 میشه 11. ساعت شما الان چنده؟ 11. این الان باید 10 رو نشون بده چون یه ساعت جلو کشیدن. البته ساعتی که این نشون میده ساعت محلیه و ساعت خورشیدی حقیقی. اما ساعتی که ساعت مچی ما نشون میده ساعت میانگینه و ساعت متوسط و به مبدأ نصف النهار رسمی ایران که از وسط ایران عبور میکنه. یه اصلاحاتی باید در عددی که روی این میخونیم از زابل عبور میکنه؟ بله، نه خیر، از حوالی گرمسار عبور میکنه، از وسط ایران عبور میکنه. نصف النهار با طول جغرافیایی 52.5 درجه که 3.5 درجه اختلاف داره با گرینویچ، 3.5 ساعت و 2.5 ساعت با اروپا. علاوه بر این آقای دکتر، حالا اگه بارون شد، گیلان ماشاءالله از یه 365 روز 366 روز بارون داریم، حالا امروز استثنا افته. بعد در چنین مواقعی چطور ساعت از این نمیشه استفاده کرد؟ حتی در روزهای آفتابی هم در واقع کسی نمیاد از روی این ساعت رو نگاه کنه که چنده، که تازه این ساعت محلی رو نشون میده، نه ساعت رسمی که همه کارهای ما بر اساس ساعتی که رادیو اعلام میکنه و ساعت مچی ما. این بیشتر یک نمونه از زمانسنجی باستانیه و در عین حال یه عاملیه که بچه‌ها با حرکت خورشید، با حرکت سایه که در گذشته تنها ابزار زمانسنجی طول روز بود آشنا بشن. اون میله سایش روی هر کدوم از این خطای عمودی که میفته اون اعداد بالا نوشته شده. 8 9 10 11 صبح. بعد وقتی درست رو لبه میفته 12. بعد دیگه خورشید که
از نصف النهار رد میشه از جنوب عبور میکنه سایه اون میله بیرون میفته سایه این یکی داخل میفته 12 بعد 1 2 3 تا 4 بعد از ظهر. البته اگر ما محدودیت ابعاد این گاری رو نداشتیم میتونستیم 7 صبح 5 بعد از ظهر هم نشون بدیم ولی اون وقت باید این خیلی بزرگتر میشه. علاوه بر این که حرکت خورشید در آسمان و حرکت سایه روی یک صفحه نشان دهنده ساعت روزه، خورشید تابستونا عمودی‌تر و زمستونا مایل‌تر میتابه. همین هم اینجا منعکس شده، یعنی نوک سایه این میله، این شاخص که بهش گفته میشه هر جا که میفته علاوه بر اینکه ساعت رو نشون میده، این خطای افقی و پایین به شکل مایل که در بالا و پایین هست، این هر جایی که بیفته میتونه مثلا الان توی این نوار پایینی باید بیفته که خرداد و تیره. بعدن که مرداد میشه این سایش یه خود میره بالاتر، روز اول فروردین و اول مهر روی اون خط کاملا افقی که از پای دوتا شاخص عبور میکنه میفته. بعد در مهر، آبان، آذر به تدریج نوک سایه محلش میره بالاتر چون خورشید مایلتر میتابه. این شاخص مستقیم در واقع میانه ساله. نوک سایه محل مسیر نوک سایه روز اول فروردین و اول مهر اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی میگن و طول روز و شب با هم برابره. اون بالاترین خطی که داریم این در واقع خط وسط که مال کاملا صافه، این مال نوروزه و اول مهر. اون خط بالاترین خط مال شب یلداه، یعنی روز قبل و بعد از شب یلدا، بله، چون آخر آذر و اول دیه. پایین ترین خط آخر خرداد و اول تیره و چون این باز اول تیر 31 خرداد از لحاظ نجومی میبینیم که ویژگی خاصی داره، یعنی خورشید در عمودی ترین حالت خودشه، یه روز خاصی از لحاظ نجومی که بهش انقلاب تابستانی میگن. در ایران هم روز 31 تیر روز جشنواره ساعت‌های آفتابی، جشنواره ملی ساعت‌های آفتابی اعلام شده و در یه همچه روزی بود که مال امسال همین افتتاح شد، ساخته شد. همین امسال کمتر از یه ماه پیش که این ساعت آفتابی افتتاح شد. حالا یک کمی البته تنظیم لازم داره که حالا یه مقدار هم دوباره جلا زدن بهش برای اینکه این در مقابل آفتاب و باران مقاوم